اینا چرا وایسادن؟ رضا بریم. رضا روشن کن بریم. چی میگی تو؟ کجا بریم؟ ما چیکار کنیم؟ چی شده شا پسر؟ کمک میخوای؟ نه داداش دم شما گرم. تموم شد دیگه. الان خواستیم جمع کنیم. یا پایین! مگه با شما نیستم میگم یا پایین! بیا پایین! بهشون بگو با زبون خوش بیان پایین! بیا پایین! یالا! جام بخور! مگه با تو نیستم میگم بیا پایین! صدای اون گاه خفه کن چوشک! بیا پایین! تنلش! بادو! بیا پایین! بیا پایین! باتو! بارو کن درو! نظر اون یه سگم بیاد بالا! واکن میگم کارید ندارم درو واکن کارید ندارم! واکن! بیا پایین! بیا پایین! کارید ندارم بیا پایین به درد نخور! همه جمع این وسط! همه جمع شن اینجا! بین دو تا ماشین جمع! بین دو ماشین جمع! بیا اینجا بسا! بیا اینجا بسا! واسه سر جا! نمیگم بین ماشین جمع! خوب گوش بگیریم این چی میگم. به این میگن علی امتی. اگه میخوای راحت خلاصین سر به سرش نذارین. اما گفتم بود بیرون. بجنب. اونجا بستا. هیچ که جاش تکون نخورم. چی میخواین آخه با شما؟ خفه بشین. اونجوره نه. زانو بزن. برو.
سویچ نداره. سویچ میگم سویچ. جا شده؟ نشدم بابا، به خدا همونجایی که گفتی وایسادم. بسته بیام. بسته یه لحظه. کجا بیا؟ چی کار میخوای کنی؟ گفتیم از چه پول بخوای میدیم بهت. خفه. اون چیه دستت؟ سیگار آقا. یه نخ روشن کن. چشم. اشکال نداره بیام جلو. خودم بکش. کس نمیخواد سیگار بکشه. بکشین، سیگار آخرتونه ها. حمید چی میگن اینا؟ تکون نخورد جات. یکی میاد الانا. بیام. بیا. یه جوری ببندیم باد نبره ها. آقا عالی بودین. صحبت شماست بین بچه‌ها که واقعا ترکوندین. دمتون گرم. من چقدر بدم؟ اولا که بازم تبریک میگم، بعدش هم مثلا قابل شما رو نداره. هزینه ایوب ذهاب و لباسوگیری بده دیگه. حالا نمیشود یه چیز دیگه بگیره براش؟ هر چی داریم همینه ها. همون در میاریم تو هفته بعد. 3 تا اجرا داریم این هفته. اینم برمیگردونم بهت. باز خودم نمیگم، باز شریفی میگم. 200 هم تخفیف دادی بهش. ای سر برسه با این لااقل میتونیم دهنشو ببندیم. کارت. شریفی این دفعه دیگه شوخی نداره. 3 ماه اجارهشو نداره. که نمیاد تا هفته دیگه. خالد گفت سفرش کمه کمش یه هفته ایه. شهرک خانم یه نفر شهرکی. خیلی زشته. شهرک تو خیلی قشنگی، خیلی قشنگی.
غلط کردم. برو مرتضی. ببین ما خونوادگی مشکل اعصاب و اینا داریم. دست خودم نیست هستم. تو همین چند وقت پیش من مش قرص میخوردم. برو جیغ میزنم ها. دیدی تو خودت هم بدتری. ببین من سالی یه بار این سیمان میخوره به هم قاطی میکنم. بعدش هم مثل سگ پشیمون میشه. برو حالا صحبت میکنیم. سلام. خوش اومدیم. دیگه تکرار نمیشه. تو که میدونی من غیر تو هیچ ندارم. تولدت مبارک. مرسی. کاغذ کدوشم خودم پیچیدم. بازش نمی‌کنی؟ A71 اوه بسا ببینم. این کم 7 چوب مایشه. 7300. خدا بهت شانس بده. کادو تولدی ما یه شال بود، اونم 2 بار شستمش پاره شد. چایی بریزم براتون؟ ممنون، باید برم. برای ما بریزید میخوریم. خوش اومدین. اینا چیه پوشیدی؟ لباس اجراست. امشب یه اجرا دیگه دارم گیرم. فردا میام دنبالت شام بریم بیرون. سلام آقا سمنی. به مادرم گفتم امشب بالاخره قبول کردی با ما شام بیای بیرون. کلی کیف کرد. چیزی شده؟ نمیتونم بیام آقا صمدیان. چرا؟ داداشم اومده، باید خونه باشم. خب میذاریم برای فردا یا پس فردا؟ نمیدونم، فکر نکنم. آقا شما خود تصویر یه چک بکن، همون جوری که گفتید گذاشتم. یار دستم بو به دستم داد و دستم بوی دست او گرفت. یار دستم بو به دستم داد و دستم بوی دست او گرفت. یار دستم بو به دستم داد و دستم بوی دست او گرفت. چسبوندی؟ سیویل عالیه.
این پسر کارش خیلی خوبه، دمش گرم. خب پرویز دستی به سیبیلش میکشد و کلاه تمام لبه‌اش را روی سرش جابجا میکند. او توی اتاق نشیمن عمارت قدیمی آقای مصطفی روی صندلی نشسته و به دور و برش نگاه میکند. تک سرفه‌ای میکند. گردنش کمی به چپ مایل است و این انگار یک ضعف مادرزادی است تا ژست یا هر چیز دیگری. کسی توی اتاق نیست. علی آماده ای؟ دارم میام. پیداش کردم. توی انبار بود. قدیمی که ممنون. گفتید کار آکتوری میکنید. بله، لاله‌زار نمایش داریم این شبا. اونجور که شنیدم یه خونه قدیمی تو لواسون اجاره کردی، درسته؟ بله، البته خونه بزرگی نیست. احتمالاً جای دنج و راحتیه و برای تعطیلات آخر هفته ازش استفاده میکنید. درست، برای استراحت و هوا عوض کردم. هوا عوض کردم؟ چه تعبیر جالبی. همونطور که بهتون گفتم من داستانای کارگاهی می‌نویسم برای روزنامه ها. البته چند ساله که شروع کردم به این کار. به سلامتی شما. راستش من هنوز متوجه نشدم که چرا منو دعوت کردین اینجا. تو میخوای با زن من ازدواج کنی؟ اصرار اون برای اینکه زود از هم جدا بشیم به خاطر همینه. اون الان اینجا نیست، با دوستاش رفته شمال. البته تو خودت احتمالا اینو میدونی. فکر کردم فرصت مناسبیه که با هم یه گپ دوستانه بزنیم. به هر حال زندگی مشترک من و ملوک خیلی وقته که دیگه تموم شده. نمیخواد خیلی نگران باشی. تو کجا به دنیا اومدی؟ یه روستا تو آذربایجان. این که به عنوان یه روستایی زاده تونستی زن بزرگ خاندان مستوفی رو به چنگ بیاری بهت احساس قدرت میده، درسته؟ خب اون خونه کوچیک تو لواسون، فکر میکنم انگیزه اجاره اون خونه قدیمی زیاد کردن ملاقات‌های هفتگیتون بوده. بعید میدونم اون زنی که یه لکاته پرخرج از خونه‌های قدیمی اون شکلی خوشش بیاد. اگه از ملوک خوشت نمیاد حق نداری دربارش بدگویی کنی.
بدگویی من به خاطر شناختی که از اون دارم. ببینید آقای مصطفی، اگه میگم ملوک در معاشرت مثل یک فاحشه، در آشپزخونه مثل یک شاهزاده خوب، بس دیگه. گفتم حق نداریم بهش توهین کنیم. برای گفتن این حرفا نیازی به اجازه تو ندارم پسر جون. یه دقیقه وایسا. من هنوز نگفتم باهات چی کار دارم. تنها چیزی که میخوام بدونم اینه که میتونی از پس مخارج زن ولخرجی مثل اون بر بیای یا نه. یعنی چی؟ یه دقیقه بگیر بشین. بسیار خوب. بذار رک و راست درباره چیزی که مورد توجه جفتمون هست گپ بزنیم. من نمیخوام در مورد ملوک ملوک نه، پول. پول؟ خالده. سیل هست. چرا 3-4 زد؟ شاید حواسش نبوده. شریفی نباشه که اصلا تهران نیست. تاریکه دیده نمیشه. موبایل نداره؟ یه دقیقه وایسا. گوشتو به چسبون ببین صدای زنگ موبایل میشنوی؟ نه چیزی نمیشنوم. میگم آقا شریفی میگی اون تو انگانه میکنن؟ آره معلوم میشه. شماره اون یکی پسره رو فکر کنم داشته باشم. وایسا یه نگاه بندازم. موبایلمو ندیدی؟ پیدا کردم. کجا گذاشت؟ عجیبم در آوردم گذاشتم این رو فکر کنم. رفته. بد نباشه بریم تو. یا مشکلی نیست. اینه میخوام خرابش کنم. این کفی ها برداری این صندلی ها رو جمع.
شهرداری چی شد؟ طول میکشه تغییر کاربریش. یه سالی زمان میبره. فعلا نمیشه دست زد بهش. فقط جسارتاً آقای شریفی، من قیمت که دادم به بچه‌ها گفتم یه سالن نمیصرفه برام. بچه‌ها گفتم اون سالن سینمای میدون خوناشون داریم میکوبیدم از روی. اونا با یکی دیگه صحبت کردن. تو بیا از آخر این ماه برو اون سینما کوچیکه افوز اونجا رو بکوب. از اقل اینو خواستیم بکوبیم دیگه به کسی. باشه. اون مال تو. الو. مجرد آقای خالدی. نه چه عجب. قربونت تو برم. اش. لاستیکا. آجه حساب کتابش تموم شد. موسیمت متوجه شدی که چی شد؟ با اون بر کاری نداریم ما. بله اینه اینجا چیکار میکردن؟ نمیدونم چه گوی میخورن. تئاتر بازی میکنن. مثلا بازیگر نرگا همشون. دهنه ما رو سرویس کردن تو این چند موقع از اولم اشتباه کردم اینجا رو دادم بهشون. بازیگر فقط تحقیق خدا بیامرز. قد و قامتشو نگاه میکردی کیف میکردی. چی یعنی نه الان همشون چاق و وقتی؟ حالا کی گفته چاق بده؟ دور از جون شما نصر کن. اولا که شما اصلا چاق نیستی تو پری. ماشاءالله همش عضله است. بعدش هم واسه شما که بد نیست. حالا یکم شیکم داشته باشی. اینا که عکس و فیلمشون این ور اون ور رو دارن از این را زندگی میکنن و میگم فرق دارم با من و شما. چی شد؟ کی تعبیر میدی؟ شروع کنم بهتون میگم کی تمومه. از پس فردا میتونم شروع کنم. فقط اینا خالی میکنن تو اون موقع. خالیه. تا فردا از خالی کردن رفتن. این صندلیا که اسقاطی هم باید بریزیم دور. هیچ دیگه اینکه این چوبا به درد بخورن. اونا مال خودشونه. چراغ مراغا چی؟ اونا مال ایناست. باش به هر حال اگه خواستن من به قیمت بر میدارم. میمونه اون آینه و اینم بر میدارم. شاید به دردم بخوره. جاداره. این چه کاره گوشتن؟ ماشین که جا داره. اون آینه رو ما این کماد میندازم پشت شهران میبرم. وزی هم نباید داشته باشه. میگم ولی این بازیگرها که خوب پول در میارن پایینه چرا اینجوری هم؟ پول در آوردن ارزه میخواد. اینا بی ارزن. بی ارزه. ولش کن قفله. دارم پس بردار. جانم بگو ننویسه اومدم. بگو ننویسه اومدم. اون 3 ماه اجاره سگخور. فقط فردا غروب خالی نکرده باشین با مشت و لگد جلو در همسایه میندازمتون بیرون. حالا خود دانید. دوست شما اینجا هستین؟ کی پس آمدین از سفر؟ این چه مدل زنگ زدن بود؟ زنگ؟ چی رقم شد مگر؟ خونه ننتم میری همینجوری زنگ میزنه؟ گیر داره شاید زنگش. گیر داشته باشه 6 و 8 میزنه؟ نمیفهمم والا. برو گم شو.
کار دارم باهات. با اینام اتمام موجت کردم. فردا غروب خالی کرده باشن. چشم نصرت خان. نمیشه داداش. طرف تولدش پس فرداست. یارو هم میخواد روز تولدش براش مهمونی بگیره. برم بگم 2 روز زودتر بگیر که شما پول لازمید. بابا الان دیگه کسی بند تاریخ و اینا نیست امید جون. چی میشه مگه 2 روز زودتر بگیره؟ حالا تو بهش بگو اصلا اینا اون روز نیستن، شاید جابجا کنه. گفتنش هم خوب نیست داداش. این یه مورد و خیال شد. الو. باشه عمو اوکی. شرمنده ها، منم دستم خالیه وگرنه راهتون مینداختم. نه بابا درستش میکنیم. تو گفتی شریفی نمیاد تا هفته بعد. من چه میدانستم؟ قرار به این نبود الان بیاید. شما هم گفته بودین به اندازه 3 ماه دارین برش بیتین. بله داشتیم تو 1 ساعت پیش. الان چقدر دارین؟ چوست تومن. همه رو ریختیم پای زید خالد جون. زید چی هست؟ با اجرای امشب میشه تقریبا 2 تومن. دستی کم اگر 4 تومن داشتی 2 ماه رو برش بیتیم. من باش گپ میزدم درستش میکردم. موبایل چی؟ موبایل رو از سارا بگیریم پس بدیم پولیشو بگیریم. هفته بعد پول میاد دستمون دوباره یکی دیگه میگیری براش. خل شدی؟ برم بهش بگم کادویی که بهت دادم و پس بده، میخوام باش اجاره خونه بدم. خب توضیح بده براش. چه توضیح؟ همین الانش هم زورکی با من آشتی کرده. علا وکیلی زایم از هدیه را از زن پس بگیرین. بلندش کنیم. چی رو؟ موبایل رو بلند کنیم. اون که نمیفهمه ما برداشتیم. فکر میکنه گم کرده. هفته بعدم میگه که عین همین رو میخری براش. اصلا حرفشو نزن. بابا اینجور بیشتر هم حال میکنه باهات. اون فکر میکنه خودش گم کرده. تو هم میگی فدایی سر یکی دیگه میخرم برات. بعدش هم واقعا میری یکی دیگه میخری براش. این رقم 2 تا موبایل برش میخره. اصلا حرفشو نزن. اصلا حرفشو نزن. وایسا برگرد عقب. همین خوبه، همینو بذار. الان اگه مرتضی زنگ بزنه آره دیگه این عکسش میفته رو گوشید. خوش اومدی. بگو یه زنگ بزن امتحان کن. حالا میزنه. بگو دیگه. خسته نباشید. سلام خوبی شما؟ بالاخره عمو علی رو راضی کردیم بیاد براش عطر بخریم. خیلی کار خوبی کردی. خوبی علی؟ مرسی سارا جان. تولدت مبارک. قربونت. خوش اومدی. چه خبر؟ همه چی خوب. کیفمو من اونجا گذاشتم. نمیدونم آقا. اینجام که نیست.
اصلا دستم بود اومدم مغازه. یادم نیست من. شاید تو ماشینتون گذاشتی. میگم نگاه کن خودت. تو مطمئنی که بله بله. دستتون درد نکنه. اینا قیمت اینا چجوریه؟ حالا شما انتخاب کنین قیمتش اینا رو درست چی میگفتی؟ مطمئنی که چی؟ هیچی. بیمه رو میگه. داره بیمه میکنه بچه ها رو. من چون هنو معلوم نیست اینجا بمونم یا نه گفتم نمیخوام. اینا باید نیست پرفروشه خیلی میدن. چه خبر دیگه؟ هیچ. واسه فردا یه رستوران باحال پیدا کردم. خانم این چی از بابا دادی؟ بیا شما این را بکن ببین رنگش هم پریده. بله. چند وقت پیش این عطر رو گرفتم ازتان، هر چه بوی داشت از بین رفته. از من گرفتی؟ از شما نه، از او خانم. این کلش عوض که خانم جان. من؟ ها بله. از من گرفتی؟ بله. کی؟ چند وقت پیش. مثلا قیافه شما یادم وایسا یه لحظه. ببخشید. بیا آقا جان. این لیست فروش من. ببین تو این چند روزه هیچ فروشی از این عطر نداشتیم. فروشی نداشتیم. از من یه عطر از کی خریدم؟ من چه میدونم از کی خریدی؟ اصلا کی خریدی از ما؟ تقریبا 2 هفته پیش بود دیگه. گفتین عطر خیلی خوبیه، بوشم زیاد میمانه. آقا جان. بله. شما اصلا مطمئنی که از اینجا خریدی؟ تو این راسته بیا اینجا 3-4 تا عطر فروشی دیگه هم هست، شاید از اون رو خریدی. نگاه کن همین بغل 3-4 اون برای 4 را 3-4 پس اگه نبود مردم دیوونه شدن به خدا. مرتضی بریم دیر شده. سعید تکس داد. سارا جان من همینو برمیدارم. آره این خیلی خوبه بوش. دست سر نکن. جعبه و شارژرش نیست پس میگیره. اتفاقا جزو عطرای پرفروشمونه. واسه همین چیزا من میگفتم باید دوربین بذاریم که هر کی نهید حرف مفت بزنه. اینم اگه من اصرار نمیکردم نمیذاش سمندیار. دوربین؟ چه کار خوبی کردین؟ کی گذاشتین اینو؟ امروز نصب کرد. تو اومدی داشت نصب میکرد دیگه. میگم چون دوربین نداشتین اینجا. سیستم ضبطیناشو راه انداختین هنو که نه؟ بلدین چجوریه؟ چرا اتفاقا همون موقع راش انداخت. 24 ساعته میگیره. هاردش هم به این زودیا پر نمیشه. مبارکتون باشه. مرسی. فقط میگم ببخشید من الان یهو شک افتاد بدارم. این بوش یکم شیرینه نه مرتضی؟ آره راست میگه خیلی شیرینه. آره. گلو رو میزنه قشنگ. اشکالی نداره هر کدومو که دوست داریم برداریم. من موبایلمو کجا گذاشتم؟ همینجا گذاشته بودمش. من یه دقیقه بگیر مژگان. باشه عزیزم. نه نگیر. چرا؟ چون خودم میخوام بگیرم. رو گوشی جدیدش هنوز زنگ نزدم.
آها بله دیگه. بله. خب بگیر دیگه. باش. متاسفانه آنتن نمیده اینجا. ولش کن خودم میگیرم. وای چی شد؟ دستاشو بگیری شما. آب کجاست؟ پشته. علی چیزی نیست. علی نترسین، چیزی نیست، آروم باشین. معلوم میام. علی چیزی نیست، شما فقط دست و پاشو بگیرین ولش نکنین. برین کنار. برین. دواش یکم آب. اصلا چیزی نیست. بیا. خوب شد. حالتون خوبه؟ آره خوبم. خیلی خوبم. نه خدا رو شکر خوبه. میخوری؟ بابا خودت که دیدی گفت امروز نصب کردن. دوربین نداشتن اینا. ولی دمت گرم خداییش خیلی خوب بود. منم یه لحظه داشت باورم میشد. زهر نزن بابا. گو زدی تو همه چی. راست میگم حق با شماست. چند بار گفتم نباید تو این وضعیت همین پولو خرج کنیم. گفتم یه هفته صبر کن. مرتضی یا الانم لااقل یه جوری بکشیش بیرون از تو مغازه، موبایلو بگیر ازش. راست میگه. ببرش تو پارک جایی دوباره بلندش کن. موبایل بلند کن. عمو مرامی بیخیال این داستان موبایل و اینا شو. خودت دیدی که شگونم نداشت. به خدا گناه داره این دختر. گوشی تو دستش بود چه ذوقی کرده بود.
خالد جا میشن اینا؟ دوانه تابی جا میشه. انبار رو میگم. اونجا مشکل نیست، انبار کوچک خالی است. اضافه هم شد میذاریم در اتاق خودمون. اما فقط هفته بعد که بار آمد دیگه نگران نباش، 3-4 روز بیشتر نمیشه. خالد به اوسکرامت بگو بدین دکورام ببره. باشد. آدم منصفیست، خوب برمیداره. چه دهنی از همون سرویس شد سر درست کردن این دکور. باز خوب شد رنگش نکردی. چیکار میکنی تو؟ برمیگردم پیش بیبی دیگه. ببینم یه چیز میگم نه نیار. چیه؟ قاطی هم نکن. میشه پول رو جور کرد. خاک تو سرت قرآن. قسم خوردی حتی حرفش هم نزن. بر میکنه علی. واسه نگه داشتن سالن میگم. با همین 2 تومن اگه 2 دست پشت هم ببرم کل اجاره سالن ما ول کن مرتضی. بیخیال. خب الو امید. ما برم کم کم. فردا زور میام پشتم. کاری ندارین؟ جدی میگی؟ البته گفت اگه همه چی خوب پیش بره. ببین امید، یعنی امشب گفت امشب میده پولو؟ آره دیگه، گفت تو این ماه 2 تا مهمونی دیگه هم داره. من که براش داستانو گفتم اینجوری شده و خلاصه بچه‌ها نمیان، گفت بگو بیا من راشون میندازم. پول اون 2 تا هم جلوتر میدم که کارشون راه بیفته. فقط زود راه بیفتید که دیر نرسین اونجا. نوکرتم داشت امید، یه دونه ای. چشم. از قندهار افغانستان آزاده جان با قلم پنسل برای ما نامه‌کاری کرده که چرا از احمد ظاهر موزیک نمیگذارید. این شما و این هم احمد ظاهر. زیم 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 کجکی 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 ابروید نیش کجدم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی کجکی ابروید نیش کجدم است چی کنم افسوس مال مردم است زیم 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 کجکی ابروید نیشی گشتم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی ابروید نیشی گشتم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی 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 ابروید نیشی گشتم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی ابروید نیشی گشتم است چی کنم افسوس مال مردم است شرمنده درم شده. اگه نه منتظر میماندم. تو برو ما خودمون ماشین بگیریم میگم. آقا ما داریم میایم تو. آقا ببین بچه پیرمرد پیرزن و زن و حامله اگه تو هستن بیارنشون تو حیاط نباشن اونجا. آقا راستی موزیک هم جمعش کن. اوکی.
آبادانی یا بوشهری؟ آبادانی. این لوله ایجاد ترکیده